بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند که از نیستان تا مرا ببریده اند در نفیرم مرد و زن نالیده اند. حرف امشب من از اینجا شروع میشه که من به هر جمعیتی نالانی شدم، جفت بدحالان و خوشحالانی شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. این رو بگیرید، از اینجا من برمیگردم به بشنو از نی. در حقیقت الان تمام این ابیاتی که داره خونده میشه حرفهای نی دیگه. میگه بشنو از نی، که نی داره این حرفا رو میزنه. سینه خواهم شرح از فراق نمیدم هر کی کو دور ماند از اصل خیش. و بعد میاد میگه که من یعنی نی جفت بدحالان شده، جفت خوشحالان شده. یعنی نی رو شما خود شکل فیزیکی نی رو در نظر بگیرید، در مراسم و مجالس متفاوت میبرنش و میبردندش در زمان قدیم. حالا اگه جفت بدحالان میشد، یعنی جمعی بود، گروهی بود که حالشون خوب نبود، مجلس مثلا عزاداری داشتن، مجلس غم و اندوه داشتن، نی که نواخته میشد با حال اونها نواخته میشد. بدحالان، غم، اندوه. حالا اگر میرفت جایی که شادی بود، عروسی بود، حالا هر چیزی که جشن پایکوبی بود، همین نی که داشت در غم و اندوه مردم شریک میشد، حالا در شادی و سرور مردم شریک شده و با اینها هم راه شده. یک موضوع خیلی مهمی رو اینجا داره مطرح میکنه که من بهش باید اشاره کنم. اون مسئله اینه که خود نی و نواختن نی نه خوشحاله نه بدحاله، نه شاده نه غمگینه. این شمایید که به اون نواختن با نواختن نی حال خودتون رو بیان میکنید. اگر غمگینین غمگینانه می نوازید، اگر خوشحالید خوشحالانه می نوازید. نی نه غمگین نه شاده. نی صورتی نداره. نی غیر از اون خود نی، نوایی که در نای میاد، نایی که داره می نوازه نی رو، اون نواختن نی که صورتی نداره، حواس. این بی صورتی داره در درون ما آدم ها و حال ما آدم ها صورت میگیره. درسته؟ یعنی بی صورتیه که داره صورت رو میسازه، صورت رو به وجود میاره. ببینید شما وقتی که دارید در نی میدمید، اون نایی داره در نی میدمه، اون بر اساس حال خودش داره در اون میدمه. حالا اگر این حال خوشاینده، این نوایی که میاد بیرون برای این خوشاینده. اگر غمگینه، براش غمناکانه میاد بیرون. یعنی در حقیقت یک بی صورتی وجود داره که نه خوشحاله و نه غمگینه. وقتی به من و توی انسانی میرسه معنی پیدا میکنه. این ما هستیم که به اون معنی میدیم، این ما هستیم که صورت به اون میدیم. توجه میکنید؟ در حقیقت بیان موضوع درک بی صورتی به وسیله ماست. ما این که به یک هوای در جریان، یک هوایی که هیچ شکلی نداره، نی که درش میدمیم، این هیچ صورتی نداره. اون دم ما فقط هواست، هیچ شکلی نداره. این حال ماست،
این بی صورتی رو معنی میکنه، صورت بهش میده. بسیار مهمه که جفت بدحالان و خوشحالان شدم. حالا هیچ کس نمیاد بپرسه از نی که اصلا تو چی هستی، تو کی هستی. فقط بحث اینه که تو در اختیار من باش. اگر من حالم خوش باش، یعنی خوش بدم. اگر حال من بده، غمناک بدم. بی صورتی داره به وسیله ما صورت میگیره. دوباره تکرار میکنم، خود نوای نی که داره نواخته میشه، این ما این که به اون صورت میدیم. اون خودش صورتی نداره، خودش نه شاده نه غمگینه. اما هیچ کس حاضر نیست از این حالت بی صورتی این سر در بیاره. میگه فقط همدمساز من باش، جفت حال من باش. از این روی این ظاهر بیته، یعنی شما وقتی که نگاه میکنید هر کسی اون حالی رو که داره از ظن خودش داره میره با نی هماهنگ میشه. برگردم به یه داستان دیگه، برگردم به خود نی دو مرتبه. کز نیستان تا مرا ببریده اند. حالا اینجا جفت بدحالان و خوشحالان رو ببینید. بحث ما اینه که نی بی صورته، ما این که داریم به این صورت میدیم. حالا میایم و بر میگردیم به داستان نیستان. ببینید اینجا مولانا یه صحبتی میکنه که از نیستان تا مرا ببریده اند، یعنی با یک تعمدی اومدن و نی رو بریدن. درسته؟ یعنی کسی اومده نی رو از نیستان جدا کرده. من به دلخواه خودم از این نیستان جدا نشدم، من رو بریدن که از نیستان تا مرا ببریدند. شما صحبت اول منو که نی بی صورت جفت بدحالان و خوشحالان میشه نگه دارین تا برسم به این که همه صحبت من باز کردن این موضوعه. منتها بر میگردم باز به این ابیات قبل که این چی میخواد بگه و ما به کدوم سمت داریم میریم. اینهایی هم که میگم تا اونجایی که من میدونم اینا دیگه صحبتهای ما و نتیجه گیری های هستی اوریانه، ربطی به شارحین و کسای دیگه ای نداره. اگر باشه خدمتتون عرض میکنم. پس نیستان بریدنش خودش با اراده خودش نیامده بیرون. در جلسات گذشته من چی خدمت شما گفتم ققنوس در اون عالم علوی که نشسته بود، در اون اوج ملکوت و بی صورتی که داشت، اراده کرد که بیاد بر روی زمین، بیاد بر روی این دنیا و تجربه کنه چیزهایی رو. یکی از چیزها رو این که بود از سرمنشأ حیات جداشه، میرایی رو تجربه کنه، غم رو تجربه کنه، شادی رو تجربه کنه. من گفتم که خود ققنوس این حرکت رو کرد، اما مولانا داره میگه تا مرا ببریدند، من خودم نیومدم. ببینید شما اگر برگردید به صحبت‌های همیشگی که در بین ما آدم ها هست، یا آقا جون من که خودم انتخاب نکردم به اینجا بیام. صحبت‌هایی که همیشه در از هایدگر داشتیم، ما در این جهان رها شدیم در تخت بند ژنتیک، در تخت بند فرهنگ و تربیت و چیزهایی که تو این مدت گذشته توضیح دادم. خب پس چی بوده که من رو بریدن؟ چرا من گفتم که خودش اراده کرده بیاد پایین و مولانا میگه بریدن؟ بسیار این نکته مهمه، بسیار مسئله مهمیه که من در هستی اوریان دارم مطرح میکنم و اینا گفته های ماست. شما زمانی که بر میگردید به داستان پادشاه و سه پسر، در داستان پادشاه و سه پسر
جایی که پدر از 3 فرزندش داره خداحافظی میکنه و اینها رفتن دستبوس پدر، به بچه ها میگه که برید به اصطلاح در ممالک من بگردید و تفرج کنید و تجربه کنید و اما الله به سمت این قلعه ذات الصور نرید، از این فاصله بگیرید. من میخوام شما ارتباط داستان اولین و آخرین رو با هم ببینید، چه یک پارچگی و وحدتی وجود داره. مولانا چی گفت اون زمان؟ گفت اگر همین حرف رو به اینها نمیزد، اینها هرگز میل به حرکت به قلعه ذات الصور رو پیدا نمی کردن. یعنی اینی که پدر مطرح کرد یک چراغی در ذهن اینا روشن شد که ما بریم ببینیم این قلعه ذات الصور چیه. ببینید، گر نمی گفت این سخن را آن پدر، ور نمی فرمود زان قلعه حذر. اگر پدر نمی گفتش که از این قلعه دور شید، خود بدان قلعه نمی شد خیلشان، خود نمی افتاد آن سو میلشان. یعنی اگر پدر این حرف رو نمی زد، هرگز این اتفاق نمی افتاد. تصمیم رو در حتی اون بی صورتی آدم گرفت که خورد از میوه و درخت ممنوع. شما به حالت بی صورتی انسان برگردید، به حالت امروزی ما که ما در فکریم زیاد توجه نداشته باشین. وقتی که یک اینفلوئنسی صورت میگیره، یک نفوذی صورت میگیره، بدون اینکه تو بدونی بر اساس اراده پدر داری تصمیم میگیری، بسیار نکته مهمه. ببینید، ما یک چراغی رو در ذهنمون روشن کرد، به ما نگفتش که برید، برعکس به ما گفت که نرید. اما همین که این چراغ روشن شد، با وجودی که این قلعه، با وجودی که ذات الصور یک جای دور و پرتی بود، ته هستی و هستانه، میل اینها کشید که به سمت این برن ببینن چیه که پدر میگه نرو. وقتی که من یه موقعی صحبت میکردم شما نمیتونید به این راحتی راجع به جبر و اختیار صحبت کنید. جبر و اختیار یک بحث ساده ای نیست. شما تصمیم رو گرفتین که بیایید سمت قلعه ذات الصور، یعنی انسان، ولی آیا این تصمیم رو این گرفت؟ توجه میکنین؟ اگر بگید مجبورش کرد، که مجبورش نکرد. اگر بگید که گفت برو، گفت نرو. یک مرتبه‌ای رو از درک در انسان داره مطرح میکنه که ما در جایی که چراغی روشن میشه، چراغی در درونمون روشن میشه، بخوای نخوای به سمت این چراغ کشیده میشیم. ما ذات انسانیمون طوریه که وقتی بهمون میگه نرو به سمت قلعه ذات الصور، خواستیم بریم ببینیم، حس کنجکاوی بلند شده، ببینیم داستان چیه. تصمیم رو ما گرفتیم، اما تصمیم رو ما نگرفتیم. اون کسی که این صحبت رو برای ما باز کرد که به سمت این قلعه نرید، ما رو از نیستان جدا کرد، اما این جدایی رو ما کردیم. بسیار به عرضم عنایت کنید، ما کردیم، اما نفوذ حرف کسی دیگه بود، نفوذ حرف پدر بود که گفت نرید.
که مولانا در همون داستان پادشاه و سه پسر اگر به یاد بیارید صحبتش این بود که پدر قصدی داشت که با این تحریکی که میکنه اینها سوق پیدا کنند به سمت قلعه ذات الصور و برن اونجا. این رو مولانا بریدن از نیستان میگه، این رو بریدن از نیستان میگه، یعنی ما رو بریدن. درست ما اومدیم، درست ققنوس خودش اومد، اما زیر تحریک قدرت بالاتری، بدون اینکه مجبورش کنه، بدون اینکه بگه باید بری. مرحله مهمی از مرزهای اندیشه رو مولانا داره مطرح میکنه. پس از کز نیستان تا مرا ببریده اند، یعنی ما از اونجا جدا شدیم، بریدن ما رو. اگرچه ما خودمون اومدیم، اگرچه خود آدم از اون درختی که ممنوع شده بود خورد، اما میخواستن این اتفاق بیفته، میخواستن این جریان بشه. در داستان معاویه و ابلیس من یک موضوعی رو خیلی فکر میکنم حدیثی بود که در اون زمان داشتیم و خوندم، که فکر کنم حدیث از امام صادق بود که خدا در پشت گوش شیطان، ولی شیطان نه گوش داره نه پشت گوش داره نه خدا صحبت اینجوری کرده، اینا فقط تمثیله. گفت وقتی که من به تو میگم سجده کن، تو بگو سجده نمی کنم، که بازی شروع بشه. داره فرمی از آگاهی به درک میده، چون کلمه مهمی رو اینجا به کار برده. از درون من نجست اسرار من، کلمه راز رو به کار برده. داره یک نوع رازی رو بیان میکنه، یک نوع رازی از راز هستی رو بیان میکنه که تو نمیتونی به این بگی جبر و نمیتونی بگی 100% اختیاره. هم جبر هم اختیاره، نه جبر نه اختیاره. این یکی از اون اسراریه که داره در این زمینه مولانا باز میکنه. از درون من نجست اسرار من، داره به ما میگه که یک جریانات اینجوری برای سالک طریقت وجود داره که به اینها باید خیلی خوب توجه داشته باشه. کاری باید اتفاق بیفته و چون باید اتفاق بیفته منعت میکنن، و این چیزیه که نی تجربه، به اصطلاح نی تجربه کرده، از نیستان بریده شده.